رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در ناحیه مومن‌آباد قرار دارد. تا حال او میدانچه ورزشی، بنای دادستانی و مرکز بیماری‌های دل را به استفاده داده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر می‌دهد که ساکنان او را با صمیمیت بی اندازه و شکرگزاری کامل از وحدت و ثبات سراسری پذیرایی کردند. چگونه ساکنان به این پذیرایی آماده شدند؟ انیخترش آنها را آماده کردند و چی بلای بسری مردم سفر رئیس جمهور آورد، کاربران به رادیوی پیام خبر دادند. برای آنکه امام علی رحمان طبق نوشته دفتر مطبوعاتیش با مقصد شناسایی با وضع زیست و زندگانی ساکنان اشتراک در تنتنه‌های ادانه به افتخار سالگرد 28 استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و جهت افتتاح یک قطار انشاءات مدنی معیشی به ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تشریف آورد، یک ماه مردم ناحیه آرامش را از دست داده بود. برای تامین بیخطری سفر رئیس جمهور یک ماه قبل سربازان به این ناحیه فرستاده شده بودند. از رسیدن سربازان و افسران 2 روز نگذشته در مسجد ناحیه اعلان کردند که سربازان گرسنه اند و باید تا گذشتن سفر پیشوا از حساب مردم ناحیه خوراکشان تامین کرده شوند. طبق اطلاع منبع پیام به بهانه تامین سربازان به خوراک چند منصبدار ناحیه ذخیره 2 ساله خوراکوارشان را نیز جمع کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش می‌دهد که در فرودگاه موقتی ساکنان سرشمار، نمایندگان کسب و کار گوناگون و جوانان سعادتمند و وحدت سرای ناحیه مومن‌آباد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را با صمیمیت بی اندازه و شکرگزاری کامل از وحدت و ثبات سراسری پذیرایی کردند. ولی این جوانان سعادتمند و وحدت سرا نه تنها یک ماه برای پیشواز پیشوا زیر آفتاب سوزان مشرف کردند، بلکه قسمت با صرف مبلغ خود و قسمت پیاده خود را به فرودگاه رسانیدند. پرچم‌های هم که آنها الوانچ می‌دهند اجباراً از حساب خودشان خریده شده است. حتی دانشجویان مکاتب عالی شهر کولاب تا مومن‌آباد با مبلغ خود رفتند. یک دانشجو به پیام گفت به چند نفری که نزد رهبریت فاکولته رفته گفتند برای رفتن تا مومن‌آباد پول ندارند، تهدید اخراج از دانشگاه کردند. آنهایی که در مومن‌آباد خویش و تبار دارند در خانه‌های خویش و تبارشان شب را روز کردند، اما ما مجبور شدیم ساعت 4 صبح تاکسی را کرده به آنجا رسیم. به همه مکتب‌های ناحیه سپاری شده است خوانندگانشان را به پیشواز رئیس جمهور آورند. رسیدن به مرکز ناحیه هم از حساب خود خوانندگان است. بعضی دهه‌ها از مرکز 30-35 کیلومتر فاصله دارند. یک شنونده رادیو پیام نوشته است او 4 فرزند مکتب خوان دارد که باید برای تا مرکز ناحیه رفتن و برگشتن آنها 70 سومانی مصرف کند. در مکتب گفتند هر کس به پیشواز پیشوا نمی رود 100 سومانی جریمه می شود. همچنین طبق اطلاع یک منبع دیگری پیام از مردم دهات اطراف برای پیشواز رئیس جمهور قیماق و پنیر و نان جمع آوری کردند. سفر امام علی رحمان به مومن‌آباد همیشه شکار کبک و آهو را در پی دارد. ضمن هر سفر او مسئولین آهو بره و کبک‌های قبلا آماده شده را در کوه و دره‌ها رها می‌کنند تا رئیس جمهور آنها را شکار کند. ماه اکتبر سال 2012 ضمن سفرش به جماعت 40 دختران ناحیه مومن‌آباد، پیشوا که در حالت مستی در کوه سیر و گشت می‌کرد چشمش به گاو می‌رسد و آن را می‌پراند. شاید فکر آهو کرده باشد. این گاو به استقامت کننده دهه 40 دختران حسن‌آف شادی تعلق داشت. در بساطش همگی یک گاو داشت. مسئولین به صاحب گاو وعده دادند که پول گاو را پرداخت میکنند، ولی با گذشت 7 سال آن بیچاره پولش را نگرفته است. همین گونه حالا در شهر کولاب نیز به پیشواز رئیس جمهور آمادگی میبینند. یک ساکن شهر کولاب با نام بازارعلی اشرف بر رادیوی آزادی اظهار نگرانی کرده آمادگی به پیشواز رئیس جمهور را پکازوخ نامید. جشن تنتنه را ما چی سو میکنیم؟ اینو یک به روسی میشن خیمرش این پکازوخ همیشه برای که خلق ما جمعیت اساس کمبغلو
کمیزاتو مثال نداریم. یک تا تنگین هم از پول باقی مانده گوهی که داشتیم همین دو گو یک تا ماشین تنگین مسافرکش گرفتیم برای ما مسافرکشی همین زندگی را پیش بردیم. نه که برای خیلی ما آینده به کجا میریم نمیدونیم. گوشت هم نمیبینیم. من قسم میخورم گوشت نمیبینیم مشکلی. اگر یگان مهمان فوق العاده بیاید به خاطر مهمان ممکنه قرض قبول کنه خیلی چیزا دیگه نمیبینیم. وزارت در همین شرایط ما بی‌عدالتی نسبت دهقان زیادتر چیزی است. از حساب همین زمین خوجگی دهقانیمون 6 فرزند خودمون و 5 تا یتیم کل رو به وای رسوندیم. لیکن متاسفانه روبروی همین بالا مقام به هر رو واسطه رو استفاده بردن زمینای ما رو غیر قانونی از آن خود کردند.